اینم خانوم مرغه. میبینم که یه تخ گذاشته اینجا لاریه. به 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 به، جوجه در آورده. امروز اصلا هیچ هیچ مرغی امکان نداره کرج بشه، خیلی به سختی تو بهمن ما. امروز 17 بهمن سال 1404. این مرغ ما جوجهش یه دونش در اومد. اینم که از تمام چیزا 2 تا در آورد. 13 تا گذاشتم زیرش ولی 2 تا دونه در آورد هفته پیش. اینم تو زمستون کرد شد. اصلا محالات. چه رفتی پیش مامانت؟ پشت مامانت قایم شدی. به اون کاکلی زرده این بزرگ شدم ماشاءالله. چش نخوره انشالله. مامان نکن، نترس مامان. البته اینم بگم یه دونه از جوجهاش مرده. ببینم جوجه تو، ببینمش. نه اصلا 2 تا شکونده محسن. سیاهه نمیذاره بیرون. محسن انداخت پایین. میتونه برداری بیاره بالا؟ آره این همیشه کارش اینه. 2 تا، یه دونم اون ورش. حالا نمیدونم تخم اینه یا اونه. نتونستم ببین نشونه دوربین بدم جوجهشو محسن. یکی 2 روز دیگه همش در میاد. دیروز نگاه کردم هیچی در نمیاد. بودم امرو وقتشه. اینم در اومده. 2 تا دونهش. بذار بیارم بالا تخماتو. بذار بیارم بالا. نزنی ها. بذار ببینم جوجهتو. 2 تا خوشگل. 2 تا خوشگل. محسن چیز کمه زیرش. برده حتما. این یکی تازه در اومده. ماشاءالله. اینا لاریه. یا برو بشه. اینا لاریه. اون چی بود محسن؟ صدای تق اومد. آره. اوف بویو. خمار ترکیده. کجا ترکی؟ زیرش؟ اوه